آمریکا 2 مرتبه خطا میکنه، 2 مرتبه اشتباه میکنه. راهی رو که طی کرده آمریکا، اگر بخواهد از برجام خارج شود، به زودی خواهد دید که پشیمانی تاریخی برای او خواهد بود. ما هر مقدار سلاح و امکانات، هر مقدار موشک مورد نیاز کشور ما باشه میسازیم، انبار میکنیم. به کسی ربطی ندارد که ملت ایران برای دفاع خودش چه تصمیمی را اتخاذ کرده است. ما راجع به قدرت دفاعی، بنیه دفاعی با کسی مذاکره نخواهیم کرد. تبلیغات آمریکایی‌ها، تبلیغات صهیونیست‌ها سراسر واهی و دروغ هست. ما نمیگذاریم شما هر روز بخواهید تو این منطقه یک داعش دیگر درست کنید و با ملت‌های منطقه بجنگید. هر تصمیمی که ترامپ بگیره ما در برابر او طرح و برنامه داریم و مقاومت خواهیم کرد.